توی دنیای اومدیم همه میخوان مینیمال باشن، ولی نگاه چقدر جذابیت این رنگا بالاست. این ساک دستی رو واسهتون که میخوام باز کنم، این جنس رو از توش در بیارم که یک کار بسیار متفاوت و کهنه قاجاری هستش. همونطور که مشاهده میکنید این تاس کباب یا ظرف غذای قدیمیه. بیا جلو جزئیات بگی. حالا قسمت بالای کار یه قلم اسلیمی بسیار ساده قرار گرفته. قیمت این کار رو ما خیلی پایین در نظر گرفتیم. چرا؟ چون من همینطوری خریدمه. درب کار این قسمت یه مویه ظریف داره، ولی اون عزیزانی که دنبال یه تاس کباب به قیمت و با اصالت هستن، این ظرف رو بهتون پیشنهاد میکنم. تمام پای کار کارای دستساز، سبکش هم تو سبکای یزد و کرمون میشه. اینم پیشنهاد امروز من به شما عزیزانه. فردا رو از دست ندین که میخوام قوقا براتون بپا کنم. سه‌شنبه‌های تخفیفی مونه.